رفقا سلام، روزتون پر انرژی. امروز اومدیم یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پرطرفدار برزیل به نام کومبو بریم ببینیم که قیمت‌ها توی برزیل به چه شکلی هستش. همراه من باشید با این ویدیو جذاب. از بخش شرابا شروع کنیم که شرابای پرتغال رو اینجا داره، شرابای آرژانتین رو داره، شیلی رو داره و حتی شرابای برزیل رو ما اینجا داریم و بریم یه قیمت ها رو هم یک چکی بکنیم. مثلا شرابای برزیل قیمتشون 15 رئال، اولوش 150,000 تومان. شراب برزیل 20,000 تومانی هم داره. اینا هر کدوم از این عددا رو ضرب در 10 بکنید قیمت رو براتون در میاد. شراب‌های شیلی که معروف‌ترین شراب‌های اینجا هستن قیمتاشون تقریبا 270,000 تومان، 310,000 تومان و به بالا هستن و اینجا که قیمت ها کمی بالاتره، قیمت 70,000 تومان، 410,000 تومان و این شراب ها قیمتاشون 580 و 370 هستش. خب قیمت جین 410,000 تومان و قیمت ودکا هم 160,000 تومان. قیمت اسپرینوف 320,000 تومان. قیمت کوکاکولا بطری 2.5 لیتری 90,000 تومان. پپسی هم 3 لیتریش هست 90,000 تومان. 1.5 لیتری 2 لیتری پپسی 5.88 تقریبا 50,000 تومان. این هم طعم‌های مختلف دیگه هستش که اینجا وجود داره. فانتا 70,000 تومان. فانتای 2 لیتری هم اینجا هستش. قیمتاشون میتونید مشاهده کنید. قیمت نوشابه‌های بطری کوکاکولا 30,000 تومان و بطری کوچیکش تقریبا 26,000 تومان. پپسی هم تقریبا قیمتش مشابه کوکاکولا هستش. قیمت آب هم تقریبا 17,000 تومان هستش. قیمت های آب های بزرگ هم تقریبا یه چیز هولوش 23,000. نماد برزیل دمپایی لاانگشتی 370,000 تومان، 290,000 تومان و هر کسی بخواد یک برزیلی رو بشناسه دمپایی لاانگشتی رو استفاده میکنه و میبینه. این هم غذای حیوانات هستش، غذای گربه 490,000 تومان و قیمت دیگه. این بخشای بعدی و ببینیم که قیمت دیگه اینجا به چه صورتی هستش. همراه من باشید.
یه نگاهی به قیمت لوازم خونه اینجا بندازیم ببینیم که قیمت لوازم خونه به چه صورتی هستش. ماکروفر قیمتش 6,980,000 تقریبا. قهرساز 709 ریال تقریبا 7 میلیون. 6,640,000 باز قهرساز هستش و اینجا هم لوازم خونه رو میتونید ببینید، مثلا ماهیتابه ها اینجا 440 و قیمت مایه های ظرفشویی تقریبا 1 لیتریاش 224,000 تومان و اینها مایه ظرفشویی هستش. 23,000 تومان این سایزی هاش. اینا همه مایه ظرفشویی هستش. اینا برای تمیز کردن گاز هستش. 170,000 تومان. مارک سیکریت مارک خیلی معروف هستش. اسکاچ 50 تقریبا 59,000 تومان 60,000 تومان. اینا هم خشک‌بو کننده هست. خشک‌بو کننده ها 20,000 تومان 18,000 تومان و مایه های دیگه. اینا مایه های دستشویی هستش 86,000 تومان. جارو اینجا یکم گرونه 130,000 تومان خود جاروه. 70,000 تومان دسته جارو. تقریبا یه چیز دولش 200-300,000 تومان فقط جارو براتون در میاد. خب مایه دستشویی این نوع کامفورت 350,000 تومان هستش. این وایپیش 220,000 تومان هستش. بطری 5 لیتریش تقریبا مخاطر 5 لیتریش و این هم تقریبا 206,000 تومان. این هم مارکای برزیلی هستش که مارک خیلی خوبی هستش. صابون رو داریم 30,000 تومان. این هم انواع صابون هستش. قیمت برنج 5 کیلویی 330,000 تومان. این نوع برنجش 5 کیلویش 420,000 تومانه و این برنج 5 کیلویی 240,000. قیمت برنج اینجا خیلی خیلی مناسبه. قیمت پودرای کیک این نوع پودرای کیک تقریبا 43,000 تومان هستش و این نوع پودرای کیک که من خودم خیلی دوستشون دارم 56,000 تومان هستش که طعمای مختلفی هم داره. این هم آرد هستش. آردا 37,000 تومان و 43,000 تومان. آردای بزرگ هم که 5 کیلویی هم 140,000. خب رسیدیم به بخش روغن. روغن 51,000 تومان هستش و این نوع روغن ها که کیفیتشون بالاتره 134,000 تومان. این نوع روغن رو من بهتون پیشنهاد میدم و قیمت زیتون 53,000 تومان و خیارشور هم تقریبا
96,000 تومان. این هم تونمایی هستش، قیمتش 122,000 تومان. 84,000 تومانی هم داره. خمیر دندون اورال بی 18,000 تومان. مسواک هم نزدیک 223,000 تومان. این هم صابونای شستشو هستش که 27,000. صابون لوکس 24,000 تومان. خب بریم سراغ پوشک‌های بچه. پوشک‌های بچه 58 تاییش 76,000 تومان و پمپرس 90 تاییش تقریبا 950,000 تومان، 40 تاییش 630,000 تومان و 30 تاییش هم 410,000 تومان. قیمت پوشک‌های بچه هستش که شاید خیلی این قیمت‌ها به دردتون بخوره. مارک میلی هم که تقریبا مارک ارزونی هستش، سایز XXG 46,000 تومان. بریم سراغ قیمت رب گوجه فرنگی. رب گوجه فرنگی که خیلی شبیه به رب‌های گوجه فرنگی ایرانه. این رب‌های گوجه فرنگی فیلیه که 63,000 تومان. قیمت ماکارونی هم 34,000 تومان و ماکارونی این شکلی هم 34,000. توی فروشگاه کومبو هرچه تعداد بیشتری بردارید روی اقلامتون تخفیف میخوره. حالا این قیمتایی که من خدمتتون میگم قیمتای تکی هستش. معمولا یه چیزی هولوش $1 مثلا بالای 2-3 تا روش تخفیف میخوره و قیمت مرباها 174,000 تومان، 184,000 تومان و این سیرای آماده که خیلی اینجا طرفدار داره 56,000 تومان و بزرگاش هم 112,000 تومان. سس مایونز هم 149,000 تومان. سس تند هم 39,000 تومان. سس کچاپ هم 99,000. این هم سس خردل هستش که 35,000 تومان.
اینا شیرای تمدار 40,000 تومان و 35,000 تومان و اینها هم مربای 64,000 تومان و 48,000. شیر خشک کامفورت سایز بزرگش 59,000 تومان هستش. نان کامفورت و نان سوپرمی هم 47,000 تومان 50,000 تومان تقریبا که یا آبی ویتامینش هستش تنمیش. آبسامیل هم داره که آبسامیل 64,000 640,000 تومان ببخشید 590,000 تومان 760,000 تومان و به بالا.